یکی از نظریاتی که بسیار تغییر پایه‌ای روی دیدگاه‌های خودمون نسبت به وقایع بیرون ایجاد کرد، نظریه مکانیک کوانتومی است که به صورت مشخص در یافته‌های ماکس پلانک فیزیکدان آلمانی در سال 1900 دیده شد. ما به صورت غریزی ممکنه بر این باور باشیم که مقادیر پایه‌ای فیزیک همانند فاصله، مومنتوم و انرژی میتونن بی نهایت تقسیم بشن. اما ماکس پلانک در مطالعه جسم سیاه یا بلک بادی متوجه شد که انرژی مقداری نیست که بتونه بی نهایت بار تقسیم بشه، بلکه